سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو می‌خوایم یه سیستم گیمینگ ارزان قیمت با بودجه حدود 36 میلیون تومان داشته باشیم. پس بریم سراغ این ویدیو ببینیم که این سیستم گیمینگ چه سیستمیه. بیایید ببینیم چیا انتخاب کردیم توی این سیستم. خب بریم معرفی قطعات رو بهتون بگم و قطعات رو بهتون معرفی کنم. مادر بردی که ما اینجا داریم B560 MA که قیمت حدود 6 تا 7 میلیون تومان داره. یه مادربرد اقتصادی با پشتیبانی از پردازنده‌های نسل 10 و 11 داره. 2 تا اسلات M2 برای SSD داره، 4 تا اسلات رم DDR4 داره که تا فرکانس 3200 مگاهرتز میره. اسلات PCI اکسپرس نسل 4 داره برای کارت گرافیک جدید که خیلی عالیه. و همچنین این مادربردی که ما می‌خوایم انتخاب کنیم یه گزینه خوب و ارزونه که همه نیازهای ما رو برطرف کنه و خیلی عالیه. خب بریم سراغ پردازنده‌ای که می‌خوایم برای این کامپیوتر و PC انتخاب کنیم. پردازنده کرایترین 1000F که قیمت 3 میلیون تومان رو داره که خیلی پردازنده خوبیه برای این سیستم. 4 هسته و 8 تا ترد داره. عملکرد مناسبی رو برای گیمینگ داره و قیمتی خیلی خوب و مناسب داره. که ما این نسخه که انتخاب کردیم نسخه Fش هستش، یعنی بدون پردازنده گرافیکیه و باید گرافیک مجزا داشته باشیم. و یه ترکیب فوق‌العاده با کارت گرافیک RTX 3060 برای گیمینگ رزولوشن 1080 و 2K. با این پردازنده توی بیشتر بازی‌ها گردن i5 9400F رو هم میشکنیم، یعنی از i5 9400F قوی‌تر هستش. بریم سراغ خنک کننده. خنک کننده‌ای که ما انتخاب می‌کنیم دیپ کول گامکس AG400 هستش با قیمت حدود 1,700,000 تومان که خنک کننده خیلی عالیه و یکی از بهترین خنک کننده‌های بادی برای پردازنده‌های اقتصادیه و یه صدای خیلی کمی رو داره، دمای کنترل شده داره و طراحی زیبا داره. دمای پردازنده رو هم پایین نگه می‌داره تا توی بازی‌ها افت عملکرد نداشته باشین که خیلی عالیه. البته من بعضی از یوتیوبرها رو دیدم که توی این پردازنده حتی خود در واقع خنک کننده اینتل رو میندازن، یعنی همون اینتل باکس رو میندازن که تو باکسش هست، که به نظر من برای اینکه خنک‌تر باشه سیستم از این استفاده کنیم بهتره. میریم سراغ جذاب‌ترین بخش کار، یعنی کارت گرافیک Asus Dual RTX 3060 گیمینگ جیفورس 12 گیگ رو داریم با قیمت 17.5 میلیون تومان، یعنی 17,500,000 تومان که یک کارت گرافیک فوق‌العاده عالی 12 گیگ ویرم داره برای گیمینگ 1080 و 1440 همون تو که خیلی عالیه. DLSS داره، ری تریسینگ داره، همچنین توی گرافیکش خیلی عالیه و یکی از بهترین گرافیک ها توی این رنج قیمتی هستش و بهترین کارت گرافیک توی این رنج قیمتیه که میتونه FPS خیلی عالی رو توی همه بازی‌ها براتون تضمین کنه که بعداً بنچمارکش رو هم می‌بینیم. حافظه‌ای که ما اینجا داریم یه حافظه وسترن دیجیتال بلو SSD هستش با حافظه 500 گیگابایت که M2 هست و قیمت حدود 1,800,000 تومان رو داره. سرعت خوندن 3500 مگابایت رو داره بر ثانیه و میتونه سریع بازی‌ها رو بارگذاری کنه که خیلی عالی هستش. و همونطور که گفتم نسخه M2 هم هستش که فوق‌العاده عالیه و سرعتش هم که همونطور که دیدید هم برای زمانی که میخواید نصب کنید بازی رو و هم برای زمانی که میخواید بازی رو لود کنید خیلی سریعه. و دیگه این برای مخصوص گیمراست و دیگه لودینگ طولانی هم در کار نیست. میریم سراغ رمی که میخوایم انتخاب کنیم. رمی که میخوایم انتخاب کنیم پوتنزا 2x8 DDR4 3200 مگاهرتز هست با قیمت حدود 2,200,000 تومان که یه رم 16 گیگابایت هستش با فرکانس بالا با یک رم مناسب برای گیمینگ مدرن. 2 کانال هستش، عملکرد خیلی عالی داره، یعنی دوال چنله که باعث میشه که فوق العاده سرعت بیشتر بشه، یعنی 2 تا رم 8 گیگ که خیلی عالیه. همچنین این که 3200 مگاهرتز هست باعث میشه که خیلی عملکرد عالی رو توی بازی‌ها داشته باشیم و سرعت فوق‌العاده‌ای داشته باشیم. میریم سراغ منبع تغذیه یا همون پاوری که می‌خوایم برای این سیستممون انتخاب کنیم. پاوری که ما اینجا داریم GP600A UK هستش، ایوو از برند گرین با قیمت حدود 3,200,000 تومان. این 600 وات در واقع گرین 600 وات واقعا 600 وات خیلی خوب مناسب برای ترکیب 360 و 1000. استاندارد 80 پلاس داره برای مصرف بهینه برق و بهتر برق
که باعث میشه که زمانی که حتی شما بخواید این سیستم رو ارتقا هم بدید پاور داشته باشید. اگه میخواید بدونید چجوری وات پاورتون رو برای PC انتخاب کنید و ببینید چند وات برای یک سیستم مناسبه، این ویدیو رو میتونید تماشا کنید. روش خرید و همه چیزها رو توش گفتم که میتونید ببینید. میریم سراغ کیس TC4474 با قیمت 900,000 تومان رو داریم که یک کیس خیلی عالی با طراحی ساده ولی جادار برای نصب همه قطعات هستش. تهویه مناسب برای گردش هوا داره و یک کیس ارزونه که کارمون راحت راه میندازه و خیلی سیستم خوبی هستش. جمع کلی این سیستم حدوداً میشه 36 میلیون تومان که یه سیستم خیلی مناسبه با این کارت گرافیک داره، چون کارت گرافیکش خیلی قدرتمنده و فوق‌العاده میتونه بازی‌ها رو عالی اجرا کنه. RTX 3060 12 خیلی عالیه. حتی کارت گرافیک 4060 و اینا هم 8 گیگ حافظه دارن، ولی این 12 گیگابایت حافظه داره که فوق‌العاده عالیه. تستایی که گرفتیم رو میتونید این زیر براتون میذارم ببینید که همین الان هم به خودتون میگم که تست های توی این بازی به چه صورت هستش و عمل کردش و بنچمارکش این سیستم توی بازی های مختلف چجوری هستش. بریم سراغ تست بازی ها. آقا اول از همه تست فریم ریت توی بازی مختلف با تنظیمات اولترا های رو میبینیم، یعنی بالاترین سطح تنظیمات گرافیکی. این سیستم نشون داد که حتی با بودجه متوسط هم میشه یه تجربه گیمینگ خیلی عالی داشت. اگه میخواید با کمترین هزینه یه سیستم گیمینگ فریم ریت خوب داشته باشین، این ترکیب یکی از بهترین گزینه‌هاست. نظرتون درباره این سیستم چیه؟ شما چه خطراتی رو پیشنهاد میکنید؟ حتما توی کامنت ها برام بنویسید. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. ممنون که تا این ویدیو تماشا کردید. تا ویدیوهای دیگه، خدا نگهدار.